جواب امام حسین در مقابل یزید که فرمود هیهات من الذله ان السعی ابن السعی قد رشدنی بین اثنتین بین الذله و الذله هیهات من الذله. ای امما، ای آمریکا، این مردم پیرو امام حسین هم حرفشون شعارشون همون شعار امام حسینه. ما پیرو حسینیم. هیهات من الذله، ما پیرو حسینیم. هیهات من الذله، ما پیرو حسینیم. هیهات من الذله. آمریکا اگه شاید ندانستی بدان مسلمان ذلت نمیپذیرد. مسلمان ذلت نمیپذیرد. آمریکا در مرگ خود بمیرد. فقط جواب شما از نظر علما میخوام. هیهات من الذله فرمایش امام حسین در مقابل یزید، یعنی ذلت و خواری در زندگی ما راه پیدا نمیکنه. ما هم به ذلت نمیریم. جواب شما هیهات من الذله، ما پیرو حسینیم. شعار رهبر ما، شعار رهبر ما، شعار دولت ما، شعار دولت ما، شعار دولت ما، شعار دولت ما، شعار هر مسلمان، شعار هر مسلمان، شعار هر مرد و زن، شعار هر مرد و زن، شعار پیر و جوان، شعار پیر و جوان، شعار هر روحانی، شعار هر روحانی، شعار هر دانشجو، شعار هر دانشجو، شعار هر تجمع، شعار هر تجمع، شعار واقعا من نمیدونم این 35 سال باکسش توان داشتن به کار بردن. آمریکا دست کن، خجالت، شرمم چیز خوبیه. آمریکا یکی آبرو دیگر بسر هایون، آمریکا یکی آبرو دیگر بسر هایون،